جهانهای پیچیده، اثر دولورس کنن، جلد دوم، بخش اول. بدنی متفاوت، زندگی متفاوت. در طول سالها فعالیت دولورس کانن در زمینه هیپنوتیزم و بازگرداندن افراد به زندگی‌های گذشته، او بارها با پدیده‌ای شگفت‌انگیز روبرو شده است. افرادی که خاطراتی از زندگی‌هایی را به یاد می‌آورند که نه تنها روی زمین رخ نداده، بلکه در بدن‌های کاملاً متفاوت با بدن انسانی ما تجربه شده‌اند. در این بخش، او برخی از این تجربیات نادر و در عین حال الهام بخش را روایت می‌کند. تجربیاتی که ادراک ما از جسم، هویت و حتی خود واقعیت را به چالش می‌کشند. یکی از مراجعان دولورس پس از ورود به حالت هیپنوتیزم عمیق خود را در قالبی غیر انسانی یافت. او توضیح می دهد که بدنش نیمه شفاف بود، بدون استخوان، گوشت یا اندامهای داخلی، جسمی سبک از جنس نوعی انرژی متراکم یا پلاسما. او احساس می کرد که نیازی به تنفس، خوردن یا خوابیدن ندارد. همه چیز از درون کنترل می شد. حرکت، درک، حتی ارتباط با دیگران. دولورس با آرامش و دقت از او می‌پرسد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. پاسخ ساده و عمیق است. ما با فکر، با احساس، با نیت صحبت می‌کنیم. هیچ کلامی در کار نیست. اگر چیزی را حس کنم، دیگران هم بلافاصله آن را حس می‌کنند. هیچ جدایی بین ما نیست. در این جهان همه چیز آرام، بی صدا و هماهنگ است. ساختمان‌ها یا وسایل مکانیکی وجود ندارند. فضا بیشتر شبیه به یک سرزمین آسمانی است. هیچ سایه‌ای نیست. نور در همه جا هست، اما منشأ آن خورشید یا لامپ نیست. نور از درون موجودات میتابد. آنها منبع نور خودشان هستند. در بخشی دیگر، مردی در قالب موجودی بلند قد با پوستی آبی رنگ و چشمانی بزرگ خود را می‌بیند. او در سیاره‌ای دور زندگی می‌کند. بدنش به او امکان می‌دهد تا در آب و هواهای بسیار متغیر زندگی کند. او با موجوداتی دیگر کار می‌کند که همگی از نظر ذهنی بسیار پیش رفته‌اند. آنها نیازی به ابزار یا فناوری فیزیکی ندارند، بلکه از انرژی ذهن برای حرکت اجسام یا درمان بیماری ها استفاده می کنند. او به یاد می آورد که مأموریتش در آن زندگی مشاهده زمین از فاصله دور و فرستادن اطلاعاتی درباره وضعیت این سیاره به گروه خودش بوده است. گروهی که نقش دیدبان‌های کیهانی را ایفا می کردند، بدون دخالت مستقیم، فقط با هدف درک تحولات زمین و حمایت از تعادل کیهانی. فرد دیگری که در هیپنوتیزم قرار گرفته خود را در بدنی شبیه به حشره یا خزنده توصیف می کند. او احساس انزوا و تفاوت دارد. بدنش با فلزهای سخت پوشیده شده و قادر است در تاریکی کامل ببیند. در آن زندگی هدف او آزمایش نوعی محیط زیستی جدید بود، جایی که گرانش شدیدتر بود، نور کمتر و هوا متراکمتر. او میگوید که روحش برای تجربه این نوع زندگی خاص داوطلب شده بود، چون میخواست ظرفیت تطبیق پذیری خود را بیازماید. دولورس از ناخودآگاه این افراد میپرسد که چرا چنین زندگی‌هایی را تجربه کرده‌اند. پاسخها مشابه‌اند: برای یادگیری، برای درک بهتر هستی، برای گسترش آگاهی، گاهی برای کمک به موجودات دیگر و گاهی فقط برای آزمودن شرایطی که ذهن انسانی ما قادر به درک آن نیست. در اینجا درک ما از روح دگرگون می شود. روح محدود به قالب انسانی نیست. می تواند در هر شکلی، در هر جهانی و در هر زمان و مکانی تجربه بیافریند. این حقیقت اگرچه برای ذهن منطقی ما ناملموس است، اما در جلسات متعدد با افراد کاملا متفاوت بارها و بارها تایید شده است. دولورس میگوید ما به اشتباه فکر میکنیم که تنها شکل ممکن حیات همین بدن انسانی است، اما تجربیات مراجعانم نشان میدهد که آگاهی میتواند خود را در هزاران شکل متفاوت بروز دهد.
ما فقط قطره ای از اقیانوس عظیم آفرینش را می‌بینیم. دولورس همچنین به یکی از پربحث‌ترین و رازآلودترین موضوعات کارش وارد می‌شود: موجودات بیگانه و ارتباط آنها با زمین و انسانها. برخلاف تصویر ترسناکی که معمولاً در فیلم‌ها و داستان‌های علمی تخیلی از موجودات فضایی ارائه می‌شود، اطلاعاتی که از جلسات هیپنوتیزم به دست آمده کاملاً متفاوت است. دولورس توضیح می‌دهد که بیشتر این موجودات نه دشمن ما هستند و نه مهاجم، بلکه ناظر، یاری رسان و حتی راهنماهایی هستند که برای حمایت از تکامل آگاهی بشر در اطراف ما حضور دارند. یکی از مراجعانش پس از ورود به حالت هیپنوتیزم خود را در میان گروهی از موجودات بیگانه می‌بیند. او توضیح می‌دهد که این موجودات قدی متوسط دارند، پوستشان به رنگ خاکستری روشن است، چشمانی بزرگ و سیاه دارند و با هم از طریق فکر و امواج ذهنی ارتباط برقرار می‌کنند. آنها درون سفینه‌ای قرار دارند که به نظر می‌رسد در فضایی بین ابعاد مختلف زمین حرکت می‌کند، نه در فضای فیزیکی ما. دولورس از او می‌پرسد که آنها چه کاری انجام می‌دهند و چرا اینجا هستند. آنها پاسخ می‌دهند: ما در حال بررسی تغییرات انرژی سیاره زمین هستیم. سیاره شما وارد مرحله‌ای از تکامل شده که بر کل کیهان تأثیر می‌گذارد. وظیفه ما ثبت این تغییرات و کمک به انتقال ملایم‌تر آن است. فرد دیگری در جلسه‌ای متفاوت خود را یکی از اعضای نژادی بسیار پیشرفته معرفی می‌کند. او توضیح می‌دهد که هزاران سال پیش انسان‌ها توسط گروهی از نژادهای بیگانه به نوعی هدایت ژنتیکی شدند تا ظرفیت‌های ذهنی و روحی بیشتری را در بدن فیزیکی تجربه کنند. این کار با هدف بالا بردن فرکانس زمین و ایجاد توازن بین ماده و آگاهی انجام شد. این موجود می‌گوید: ما خدایان نیستیم، ما خالق بشر هم نیستیم، اما بخشی از روند کمک به تکامل او بوده ایم. انسان‌ها باید یاد بگیرند که خودشان مسیرشان را انتخاب کنند، اما ما آنها را رها نکرده ایم. یکی از جالبترین نکات این بخش تاکید موجودات بیگانه بر آزاد بودن اراده انسان است. آنها اجازه ندارند به طور مستقیم در امور انسانی دخالت کنند، مگر در موارد خاص یا با دعوت روحی خود فرد. بسیاری از افرادی که احساس می‌کنند ربوده شده‌اند، در واقع روحشان پیش از تولد اجازه داده تا در آن تجربیات شرکت کنند. تجربه هایی که معمولاً با هدف فعالسازی توانایی‌های روحی، بهبود شرایط جسمی یا ثبت داده‌های بیولوژیکی انجام می‌شود. یکی دیگر از مراجعان در حالت هیپنوتیزم خود را در یک اتاق مشاهده زمین می‌بیند، جایی که موجودات بیگانه انرژی جمعی بشر، الگوهای رفتاری و تغییرات فرکانسی زمین را مطالعه می‌کنند. او توضیح می‌دهد که آنها مانند باغبان‌هایی هستند که رشد گیاهان را زیر نظر دارند، اما بدون آنکه بخواهند دخالتی در روند طبیعی رشد داشته باشند. دولورس از ذهن برتر این افراد می‌پرسد که چرا این اطلاعات اکنون فاش می‌شوند و او پاسخ می‌دهد: زیرا بشر به آستانه بیداری رسیده است. زمان آن فرا رسیده که او بداند تنها نیست، بداند که جهانی بزرگتر و هوشمندتر در اطراف او در جریان است. ترس را کنار بگذارد و با آگاهی وارد دوره جدید شود. دولورس اشاره می‌کند: اگرچه ممکن است در میان این موجودات نیت‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما بخش اعظم آنها با نیتی خیرخواهانه در تعامل با بشر هستند. در حقیقت آنچه برای ما بیگانه به نظر می‌رسد، شاید در لایه‌ای عمیق‌تر بخشی از خود گسترده ما باشد. در اینجا دولورس کنن پرده از پدیده‌ای شگفت‌انگیز برمی‌دارد که در طول سالها کارش با آن مواجه شده است: ورود روح‌های کاملاً تازه به زمین. روح‌هایی که پیش از این هرگز تجربه زندگی زمینی نداشتند، اما اکنون با هدفی خاص در این دوره زمانی به زمین آمدند. او این گروه را بازدید کنندگان جدید یا روح‌های داوطلب می‌نامد. افرادی که از سیارات یا ابعاد دیگر آمدند و معمولاً احساس بیگانگی عمیق با جهان فیزیکی و اجتماعی ما دارند.
آنها نه تنها از نظر روانی با زمین سازگار نیستند، بلکه اغلب با بدنی که در آن زندگی می‌کنند هم مشکل دارند. یکی از مراجعان در حالت هیپنوتیزم از اولین تجربیاتش روی زمین می‌گوید: همه چیز سنگین است. صداها، رنگها، احساسات مردم، خشم، ترس، رنج، هیچ کدام برایم آشنا نیست. در جایی که از آن آمدم فقط آرامش بود، صلح. اینجا احساس می‌کنم در قفسی گیر افتادم. این روح‌های تازه وارد معمولاً بسیار حساسند. سیستم عصبیشان به شدت فعال است و بسیاری از آنها دچار افسردگی، اضطراب یا حس تنهایی می‌شوند بدون آنکه دلیل مشخصی داشته باشد. دولورس توضیح می‌دهد که بیشتر این افراد از دوران کودکی احساس می‌کردند که متفاوت هستند، مثل آنکه به خانواده یا محیطشان تعلق ندارند. اما چرا این روح‌ها حالا به زمین آمدند؟ پاسخ از زبان نهاد برتر یا همان هوشیاری برتر در بسیاری از جلسات یکی است. زمین در حال عبور از مرحله‌ای بحرانی است. دوره‌ای از انتقال انرژی و تکامل آگاهی. ما داوطلب شدیم تا با حضورمان فرکانس این سیاره را بالا ببریم. بودنمان کافی است. ما نیازی به کار خاصی نداریم. فقط باید اینجا باشیم و نورمان را نگاه داریم. این روح‌ها در ظاهر ممکن است افراد معمولی باشند. معلم، هنرمند، پرستار، کارمند یا حتی کودک. اما انرژی آنها متفاوت است. حضورشان در زمین مانند یک آنتن نوری عمل می کند که به طور نامرئی بر کل محیط پیرامون تأثیر می گذارد. آنها حامل ارتعاشاتی هستند که به انسانهای دیگر کمک می کند بیدار شوند یا به طور ناخودآگاه احساس امید، آرامش یا هدف پیدا کنند. دولورس متوجه شد که این بازدید کنندگان در 3 موج اصلی وارد زمین شدند. موج اول در حدود دهه 1940 تا 1960 متولد شدند. آنها راه را باز کردند، مسیر را هموار کردند، اغلب منزوی، ساکت و درونگرا بودند. موج دوم در دهه‌های 70 و 80 به دنیا آمدند. آنها مانند فرستنده های انرژی هستند. با دیگران تعامل دارند، اما در سطحی پنهان. دائما انرژی مثبت پخش می کنند. موج سوم کودکان امروزی هستند. بچه‌هایی با توانایی‌های عجیب، ادراک بسیار بالا، حافظه فعال از جهان‌های دیگر و حتی ارتباط با موجودات غیر زمینی. آنها اغلب توسط خانواده‌ها نادیده گرفته می‌شوند یا برچسب‌های نادرست مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم می‌خورند. در ادامه این بخش یکی از داوطلبان می‌گوید: من پیش از تولد صحنه‌هایی از آینده زمین را دیدم که اگر کسی نرود مسیر به تاریکی ختم می‌شود، اما اگر فقط چند نفر هم بروند نور باقی می‌ماند. پس من گفتم می‌روم، حتی اگر سخت باشد. اما این مأموریت آسان نیست. بسیاری از این روح‌ها به دلیل فراموشی کامل هویت اصلیشان در رنج زندگی می‌کنند. فراموش کردند که چرا آمدند و چه نقشی دارند. دولورس تاکید می‌کند که آگاه سازی این افراد بخشی از مأموریت او بوده است. او می‌گوید: من آنها را بیدار نمی‌کنم، فقط به آنها یادآوری می‌کنم که چه کسی هستند. در اینجا همچنین پیامی عمیق از هوشیاری برتر ارائه می‌شود. اگر تو یکی از آنها هستی، بدان که تنها نیستی. اگر احساس غربت داری، عجیب نیست. زمین جای ساده‌ای نیست، اما حضورت در اینجا مهم است. تو فرق داری، چون از جای دیگر آمده‌ای. اما دقیقاً به خاطر همین فرق داشتن می توانی جهان را تغییر دهی. پس از این بررسی‌ها، دولورس کانن وارد دنیایی می شود که شاید برای بسیاری ناآشنا و حتی عجیب به نظر برسد. او با استناد به جلسات متعدد هیپنوتیزم عمیق توضیح می دهد که روح‌ها پیش از ورود به این زندگی زمینی با آگاهی کامل مسیرهای احتمالی زندگیشان را بررسی و انتخاب می کنند. در فضای بین دو زندگی، جایی که روح هنوز در بعد غیر مادی قرار دارد، هیئت‌هایی از راهنماها با او گفتگو می‌کنند.
آنها مسیرهایی را نشان می‌دهند که می‌توان طی کرد. هر مسیر با چالش‌ها، درس‌ها و فرصت‌های خاصی همراه است. روح انتخاب می‌کند چه خانواده‌ای، چه محیطی، چه بدن فیزیکی و حتی چه نوع مشکلات یا بیماری‌هایی را تجربه کند. یکی از مراجعان دولورس در حالت هیپنوتیزم می‌گوید: من قبل از تولد دیدم که مادرم مرا طرد می‌کند. دیدم که پدرم مرا رها می‌کند. اما گفتم اشکال ندارد. این را انتخاب می‌کنم، چون یاد می‌گیرم عشق را بدون وابستگی ببخشم. دولورس توضیح می‌دهد که این قراردادها ثابت و تغییرناپذیر نیستند. با رشد آگاهی انسان می‌تواند آنها را تغییر دهد. درست همانطور که یک قرارداد در دنیای فیزیکی قابل بازنگری است، قراردادهای روحی نیز می‌توانند بازنویسی شوند. تنها شرطش این است: بیداری و آگاهی کامل از اینکه تو قدرت انتخاب دوباره را داری. مثال دیگر این بخش: زنی است که همواره قربانی روابط سمی بوده. در حالت هیپنوتیزم متوجه می شود که او با یک روح خاص در چندین زندگی گذشته پیوند داشته. آنها نقشی متفاوت در هر زندگی ایفا کردند. گاهی او قربانی بوده، گاهی مهاجم. این تجربه ها برای تکمیل درس هایی مثل بخشش، عزت نفس و رهایی طراحی شدند. او با آگاهی از این چرخه تصمیم می گیرد قرارداد فعلی را فسخ کند و الگوی جدیدی برای روابط آینده‌اش بنویسد. بلافاصله پس از این جلسه تغییرات قابل توجهی در زندگیش رخ می دهد. روابط ناسالم محو می شوند و افراد جدید با انرژی های مثبت وارد زندگیش می شوند. دولورس می نویسد: وقتی انسان بفهمد که زندگیش از پیش تعیین شده نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های روحی است که خود او انجام داده، به جای قربانی بودن به خالق تبدیل می شود. بسیاری از رنج‌هایی که انسان‌ها تجربه می‌کنند، از فقر و بیماری گرفته تا تنهایی یا از دست دادن عزیزان، قراردادهایی هستند برای یادگیری، رشد یا آزاد شدن از کارمای قدیمی. اما اگر انسان آن درس را یاد بگیرد، دیگر لازم نیست رنج را ادامه دهد. در حالتهای هیپنوتیزم برخی از افراد وارد کتابخانه قراردادهای روحی می شوند، جایی که تومارهایی از توافقهای قبل از تولد نگهداری می شود. آنها می توانند ببینند که چرا یک اتفاق خاص برایشان رخ داده و چگونه می توانند مسیر را عوض کنند. گاهی اوقات راهنمایان روحی به آنها پیشنهاد می کنند که بخشی از قرارداد را اصلاح کنند تا درس جدیدی وارد شود. پیام مهم این بخش از زبان هوشیاری برتر این می باشد: هیچ چیزی از پیش نوشته نشده که نشود تغییرش داد. انسان‌ها آزادند. تنها چیزی که تغییر ناپذیر است، عشق خالصی است که منشأ توست. هر لحظه می توانی تصمیم بگیری که دیگر رنج نکشی. کافی است به یاد بیاوری که خودت این مسیر را انتخاب کردی، پس قدرت تغییرش را هم داری. اگر در بخشی از زندگیت گیر کرده ای، اگر احساس می کنی که در تکرار یک الگو هستی، شاید زمان آن رسیده که قرارداد روحیت را دوباره بررسی و بازنویسی کنی. این کار را می توان با آگاهی، دعا، مراقبه یا حتی نوشتن یک نیت نامه جدید انجام داد. جهان در پاسخ به آگاهی بلافاصله واکنش نشان می دهد. دوستان و همراهان عزیزم، اگر این ویدیو براتون مفید بوده، ممنون میشم با لایک های ارزشمند خودتون به هرچه بیشتر دیده شدن این ویدیو کمک کنید و با به اشتراک گذاشتن آن با دوستانتون حلقه ای از زنجیره نور و آگاهی باشید. دوستدار شما، مهشید.